سلام خدمت شما عاشقان دانش. توی این ویدیو میخوایم قانون لنز رو با هم یاد بگیریم. امیدوارم تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. در ویدیوی قبل قانون القای فارادی و تولید جریان برق، اونم به روش القای الکترومغناطیس رو با هم یاد گرفتیم. اما این تمام ماجرا نبود. مدتی بعد از اینکه آقای فارادی قانون خودش رو به صورت یک مقاله منتشر کرد، یک دانشمند روسی آلمانی به نام هاینریش فردریش امیل لنز داشت مقاله آقای فارادی رو میخوند و متوجه یه نکته شد که آقای فارادی ازش غافل مونده بود و اون این بود که قانون القای فارادی پایستگی انرژی رو ساپورت نمی‌کرد، و یا بهتر بگیم در قانون القای فارادی خبری از پایستگی انرژی نبود. اما اینکه چطور آقای لنز متوجه این نکته شد رو میخوام با یک آزمایش بهتون نشون بدم. چیزی که الان شاهدش هستین یک نوسانگر جرم فنر هستش که البته من به جای یک وزنه از یک آهنربای بزرگ استفاده کردم که هم در نقش یک وزنه هستش و هم یک منبع مغناطیس. وسایل دیگر آزمایشمون یک سیمپیچ با تعداد دور بالا که من اون رو با 2 فیش ورودی به گالوانومتر متصل کردم و همونطور که در ویدیو قبل هم گفتم گالوانومتر دستگاهی هستش که اگر جریان ضعیف برقی بخواد ازش عبور کنه از خودش انحراف دواری نشون میده. خب برسیم به انجام آزمایش. اگر من این نوسانگر رو به نوسان در بیارم، هر بار انرژی جنبشی یا حرکتی به انرژی پتانسیل کشسانی تبدیل میشه و بالعکس، و این دو نوع انرژی مدام همدیگر رو تولید میکنن. و اگر در مسیر این نوسانگر یک سیمپیچ قرار بدم، هر بار با نزدیک شدن و یا دور شدن آهنربا تغییر شار مغناطیسی اتفاق میفته و عقربه گالوانومتر مدام به انحراف در میاد که این نشان از جریان الکتریکی تولید شده در مدار هستش. سوالی که به ذهن آقای لنز اومد این بود که اگر شما از نیروی استحکاکی که در طول فنر هستش و نیروی مقاومت هوایی که به وزنه من وارد میشه صرف نظر کنید، اون وقت خب نوسانگر من میتونه بی نهایت نوسان کنه و قانون پایستگی انرژی هم نقض نخواهد شد. اما به نظرتون آیا میشه نوسانگر رو یک بار به نوسان در آورد و ازش مدام و به صورت بی نهایت انرژی الکتریکی به دست آورد؟ جواب منفی هستش و قانون پایستگی انرژی این اجازه رو به ما نمیده که بتونیم به صورت مداوم و مجانی انرژی الکتریکی تولید کنیم. برای اینکه موضوع رو بهتر درک کنید خوب به این سوال من دقت کنید. اگر از شما بپرسم و بگم که انرژی الکتریکی به وجود اومده از کجا داره تأمین میشه، در جواب بهم میگین پس سیمپیچ باید جلوی نوسانات نوسانگر رو بگیره. و این اتفاقی که میفته، سیمپیچ در هر بار نوسان مقداری از اون انرژی جنبشی رو تحویل میگیره و تبدیلش میکنه به الکتریسیته. این بار برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنید خوب این قسمت از ویدیو رو با دقت نگاه کنید. در اینجا شما یک مدار ساده‌ای از سیمپیچ رو دارین که میخوایم یک آهنربای نئودیومی بسیار پرقدرت رو درش فرود بیاریم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. همونطور که میبینید در حالتی که مدار باز هستش هیچ گونه مقاومتی از سوی سیمپیچ احساس نمیشه، چرا که جریانی در سیمپیچ برقرار نیست. اما در حالتی که مدار رو میبندیم داستان کاملا فرق میکنه. دانشپژوهان عزیز خوب به لحظه ورود و خروج آهنربا از سیمپیچ دقت کنید. در واقع سیمپیچ یک رفتار بازدارنده ای از خودش نشون میده که ما از این رفتار برای تعیین جهت جریان القایی در مدار استفاده میکنیم. آقای لنز با انجام همین نوع از آزمایشات قانونی رو برامون بیان داشت که به قانون لنز معروف هستش
بنا به قانون آقای لنز، جریان القایی در مدار در جهتی هستش که آثار مغناطیسی ناشی از اون با عامل به وجود آورنده خودش مخالفت میکنه. و این یعنی چی؟ وقتی آهنربا به سیم پیچ نزدیک و یا دور میشه، یک جریان برقی در سیم پیچ به وجود میاد و خود اون جریان میدان مغناطیس تولید میکنه. سیم پیچ رو تبدیل میکنه به یک آهنربا، یک آهنربایی که مانند هر آهنربای دیگه دارای قطب N و S هستش. اما نکته اینجاست که قطب‌های خودش رو طوری تنظیم میکنه که نه اجازه ورود آهنربا رو میده و نه اجازه خروج. برای تعیین جهت جریان ما از قاعده دست راست استفاده میکنیم، به این صورت که 4 انگشت دست راست من جهت جریان رو نشون میده و انگشت شست من قطب N مغناطیسی به وجود اومده در سیم پیچ رو نشون میده. برای مثال آهنربایی که در دست من هستش، رنگ قرمز اون قطب N مغناطیسی رو نشون میده و رنگ آبی قطب S رو. اگه آهنربا اونم با قطب N به سیم پیچ نزدیک بشه، سیم پیچ سعی میکنه تا از ورود آهنربا جلوگیری کنه. پس قطب N مغناطیسی در بالا خواهد بود و انگشت شست من به صورت نمادین رو به بالا، جهت جریان به این سمت. حالت دوم وقتی هستش که آهنربا رو اونم با قطب N از سیم پیچ دور کنید. اون وقت سیم پیچ سعی میکنه تا از خروج آهنربا جلوگیری کنه. پس قطب S مغناطیسی در بالا خواهد بود و قطب N رو به پایین. انگشت شست من به صورت نمادین قطب N رو نشون میده و جریان به این سمت. یادگار آقای لنز یک علامت منفی بود در پشت رابطه قانون القای فارادی و این علامت منفی نشون دهنده همین نوع مخالفت هستش و هیچ گونه کاربرد محاسباتی نداره. صحبت آخرم این که شاید این سوال براتون پیش بیاد که دلیل این نوع مخالفت چی هستش و چرا این اتفاق میفته؟ چرا سیم پیچ باید یک رفتاری رو از خودش نشون بده که اجازه ورود و یا خروج آهنربا رو نده؟ پاسخش ساده است و اونم به این خاطره که طبیعت به شدت دوستدار تعادل هستش و هر چیزی که بخواد تعادل طبیعت رو بر هم بزنه، این طبیعت هستش که سعی میکنه اون عامل رو حذف کنه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک ها و کامنتاتون از من حمایت کنید.